من واقعا اگر فردوسی الان اینجا نشسته بود ازش این سوال میکردم که تو چجوری تو اون زمان که خرافه بیداد میکرد و افسانه های مختلف وجود داشت اومدی تو قصه فریدون اون مانیفست پرشکوه رو علیه خرافه منتشر کردی. یعنی وقتی که فریدون داره میمیره مردم میگن که این فریدون از جنس فرشته هاست، پسر خداست، اگه بمیره ما دیگه نکبت و بدبختی ما رو میگیره. به ایرج پسرش میگه برو روی بالاترین آبادی شهر و بگو فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. فوق‌العاده است این شعر به نظر من. اون موقع داره علیه همه خرافات صحبت